منزل دلنازه سید رسولова در کوچه بیناکاران دوشنبه سرد است. یک دستگاه برقی خانه او را گرم نمی کند. به گفته خودش فرزندان خردسالش بارها در سردی بیمار شدند. قبور آب گرم از نزدیکی منزل آنها می گذرد، اما آنها از گرمی محرومند. همین خواهش میکردیم که همین از طرف حکومت همین ویای اباگریواتیلو اتپلینیو ما را ساز میکردن میدادن. уже این از سیوم سال عریضه نویستگی چند بار از همه پودپیس جمع کرده بردن دادن. کمتر یک دو دام پایان کار میکنن همشون. ساکنان گفتند در کوچه بیناکاران ناحیه شاه منصور دوشنبه تنها 6 بنا است که به منزلشان آب گرم انتقال نمی‌یابد. مشکلی آنها زمان سخت‌تر می شود که اگر برق خاموش شود. مولوده مدلی و مسئول بنا است. او میگوید قبرهای آب گرم به این منزل‌ها ویران شدند و باید تعمیر شوند. میگن که همو عریضه شما تا همو بالای نرفتگی تا همو سال پیش همو چی کتلنی ها ویرونه توربو ویرونه میگن باید ایوه همش اثر نو کردن در کار. تا 4 سال پیش اکثریت بنا و انشاءات دوشنبه از نیروی گرمی مرکزانیده شده محروم بودند. با شروع کار مرکزی برق و گرمایدهی دوشنبه 2 که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به منبع نیروی گرمی وصل شدند. مقامات گفتند تا امروز بیش از 2,500 انشاءات ها در دوشنبه به شبکه گرمایدهی پیوست شدند، اما ساکنان شهرنشین که هنوز از نظام گرمایدهی محرومند در روزهای سرد به مشکل گرفتار می شوند.